آخرین بار حوصلتون کی سر رفته و چقدر؟ این جواب این سوال رو تو ذهنتون داشته باشید، برمیگردیم بهش. بریم ببینیم چگونه میتونیم برای زندگیمون هدف پیدا کنیم و چگونه بهش معنا بدیم. سوالی که 10-20 سال اخیر داره پرسیده میشه و هرچی به الان نزدیکتر میشیم این سوال بیشتر پرسیده میشه و بیشتر انسان‌ها احساس بی‌هدفی و بی‌معنایی تو زندگیشون میکنن. یعنی انگار که اصلا قبل از این 20 سال انگار اصلا این سوال وجود نداشته. یعنی شما اگه یه دقت بکنی میبینی که کسی اصلا این سوال رو نمیپرسیده، یا اینا دنبال هدف و معنا نبودن، اصولا سوسول بازی بوده، یا تونستن پیدا کردن به ما نگفتن، یا اینکه پدر مادر ما از یه نسلی به بعد دارن فیلسوف زایمان میکنن. چون این سوال بسیار مهمی شده و خیلی ها به خاطر این موردی که افسردگی دارن، یعنی از 20 سال قبل تا الان میزان افسردگی و میزان بی‌معنایی در زندگی و کمبود هدف در زندگی داره بیداد میکنه و این یه پدیده جهانیه. یعنی فقط به ایران و حومه اصلا مربوط نیست و کل جهان دارن این معضل رو حس میکنن. خب حالا اینکه چرا تو این 20 سال این اتفاق افتاده رو برمیگردیم. اول بریم سراغ زودتر اینکه پیدا کنیم ببینیم از کجا باید این معضل حلش بکنیم، از چه منابعی میتونیم پیداش بکنیم. خب اولین منبعی که به ذهن هممون میرسه احتمالاً خانواده است. یعنی افرادی که مورد اعتمادن و اولین آدمایی هستن که باشون در ارتباطیم. اونا میتونن احتمالاً به ما هدف و معنای زندگی رو به ما بگن. خب برای اینکه ببینیم خانواده بهترین گزینه است یا نه، آمریکا اومده این تحقیق رو بررسی کرده، تحقیق کرده. میگم این انقدر جهانیه که خیلی ها دنبال اینن که ببینن اینو چجوری میشه حلش کرد. آمریکایی اومدن تحقیق کردن، دیدن که و به این نتیجه عجیب رسیدن. دیدن یعنی جوانهای آدم‌هایی که پدر مادراشون آسیایی آمریکایی تبارن. یعنی چی؟ یعنی تو آمریکا زندگی میکنن، پدر مادرشون حالا یکی یا دو تاشون آسیایی هن. در مقابل آمریکایی هایی که آمریکایی تبارن، یعنی پدر و مادر آمریکایی هستن، اینها آسیایی ها از ابتدا برای بچه هاشون هدف تعیین میکنن و به زندگی بچه هاشون معنی میدن. حالا نه اینکه معنی بدن، یعنی بهشون میگن که چی کار کنید، برید دنبالش. یعنی یا میگن دکتر شید، مهندس شید، که خودمون هم تو ایران داریم دیگه این موردی ما که شما معنای زندگیتون تو دکتر شدنه، شما معنای زندگیتون تو مهندس شدنه، شما معنای زندگیتون باید به این درآمد برسید تا زندگیتون معنا پیدا بکنه. ما کردیم شده، شما هم بکنید. و همینطور الاخر. یعنی برای بچه هاشون اینها هدف، یعنی لقمه جویده شده، یعنی حذف گزینه میکنن برای بچه ها و بچه ها دیگه لازم نیست برن چیزهای مختلف رو تجربه بکنن و کافیه به حرف پدر مادرشون گوش بکنن، که اونهایی که تو آمریکا بودن کردن این کارو، به حرف پدر مادرشون گوش دادن. در مقابل آمریکایی‌هایی که آمریکایی تبار بودن، اینها پدر مادرشون خیلی سختگیر نیستن، یعنی بچه‌ها رو ول میکنن به امون خدا، میگن هر کاری دلت خواست بکن. و نتایج تحقیق نشون میده که بچه‌هایی که آمریکایی‌های آسیایی تبار بودن، اینها بسیار بیشتر از اونها این معضل رو دارن، با اینکه پدر و مادر به اینها گفته چی کار بکنید و اینها گوش دادن. بچه‌های حرف گوش کنی بودن، مثل ماها نبودن. اما نشده، اتفاقا بدتر این حس رو دارن و بیشتر افسردن و بیشتر احساس پوچی میکنن تو زندگیشون. پس این گزینه با توجه به اینکه تحقیق خوبی هم روش شده، این گزینه رد میشه. گزینه بعدی که داریم
اینی که از بقیه ما بریم و ببینیم که آیا از بقیه میتونیم این، یعنی از منابع دیگه، خب چه آدم‌های دیگه، چه از طریق الان هوش مصنوعی اومده و این داستانا، میشه پیدا کرد یا نه. خب اگر 20 تا 10 سال اخیر رو نگاه بکنید، تکنولوژی به سرعت نور داشته پیشرفت کرد. یعنی آپشن های بیشتری در اختیار شما بوده که بتونید پیدا بکنید این موضوع رو. ولی خب میبینیم هر چی به الان نزدیکتر میشیم این اتفاق داره بدتر میفته. یعنی کافی نبوده و اتفاقا بدتر شده. پس این منابع دیگه هم به درد ما نمیخوره. یعنی خیلیا، حالا گوگل و اینا پیشکش، تو شبکه‌های اجتماعی دنبال هدف و معنا میگردن. یعنی یک مثال اگه بخوام بزنم این که شما یه رستوران بری و شما اشتها نداری، چند وقت اشتها نداری و هیچ غذایی بهت نمیچسبه، میگی بذار برم رستوران ببینم چی رو با اشتها میخوره که منم اونو مصرف کنم و احتمالاً اون به من بچسبه. شما میری تو رستوران میشینی و نگاه میکنی، میبینی یه سری دارن همبرگر رو با بسیار لذت دارن اینو مصرفش میکنن. شما همبرگر سفارش میدی اما بهت حال نمیده، بهت نمیچسبه و این اتفاقا ناامیدی برای تو میاره. این اصلا دیگه من هیچ چی نمیتونه نجات بده با این اوصاف. و همینه، خیلی از مردم دنبال اون معنا و هدف زندگی تو شبکه‌های اجتماعی از طریق دیگرانن. یعنی از بلاگرها و غیره میان زندگی‌های اونها رو نگاه میکنن و بعد از اونها میخوان تقلید بکنن تا اون معنا و هدفی که به نظرشون میرسه اونها پیدا کردن رو اینها هم تجربه بکنن. اما این هم فایده نداره. به همین دلیله که اوضاع هی داره بدتر میشه. خب اگر خانواده به درد ما نمیخوره و از منابع بیرونی دیگه هم ما نمیتونیم استفاده بکنیم، خب ما پس چیکار کنیم؟ یعنی اینکه از کجامون معنای زندگی رو در بیاریم؟ و دقیقاً جواب همینجاست، یعنی از کجاتون. خب بیاین برگردیم روی یکم علمیش کنیم، چون اصلا داستان علمیه. یعنی جوابی که قراره من به شما بدم جواب علمیه. من اینجا نیومدم از خرافات مدرن و این چرت و پرتا بخوام بگم، نه، کاملا علمیه. مغز ما یه هورمونی داره به نام دوپامین. این دوپامین هورمون پاداش و مغز بیشترین اعتیاد رو نسبت به این هورمون داره. یعنی شما هر کار جذابی که بکنید مغز اون هورمون رو ترشح میکنه و شما رو وادار میکنه که دوباره اون کار رو انجام بدید. و از 20 سال قبل تا به الان زندگی ما سرشار از دوپامینه. یعنی با استفاده از گوشی و سیستم و تلویزیون و تمام اینها، هر چه گذشته دسترسی ما به این دوپامین بیشتر شده و مغز ما یه معتاد کامل شده. یعنی شما کوچکترین تایمی نمیذارید حوصلتون سر بره، سریعا میرین گوشیتون رو برمیدارید و داخل اینستاگرام میچرخید یا تلویزیون تماشا میکنید یا نمیدونم با همین تکنولوژی ها کار میکنید و سریعا دوپامین رو به مغز میرسونید. حالا میخوام یک نکته رو بگم. توی نسل ما، یعنی دهه 70 به قبل، ما اینو خیلی تجربه کردیم. یعنی بچه که بودیم اصلا ساعتهای طولانی ما بیکار بودیم. یعنی نه کسی بود با اون بازی کنه. بعد کله ظهر بود، همه هم خواب بودن. یعنی ما هم در میرفتیم، به زور میخواستم بخوابونن. ما ساعتها بیکار بودیم و حوصله ما سر میرفت. و دقیقا نکته همینجاست. اگر یادتون باشه که احتمالا خیلی ها دیگه از نسل 80 به بعد اینو اصلا درکش نکردن.
اون حس رو میخوام دوباره به یاد بیاریم که با خودمون صحبت میکردیم. یعنی از یک جایی به بعد انقدر حوصله‌مون سر میرفت که دیگه شروع میکردیم با خودمون تخیل کردن، صحبت کردن و این داستانا. بر همین این سوال پرسیدم که آخرین باری که حوصلتون سر رفت کی بود و به چه میزان بود، چه اندازه حوصلتون سر رفت. برای همینه که نسل‌های قبلی این سوال رو نمیپرسیدن، چون خیلی دیگه تایم داشتن با هم دیگه حرف بزنن، با هم دیگه که یعنی با خودشون. این چیزی نبود، دوپامینی اصلا نبود اینجوری باید بگیم. و دوپامین داستانیه که باعث این موزل شده. یعنی مغز شما چون اعتیاد شدید به این دوپامین داره، همه کار میکنه تا شما دوباره به اون دوپامین دست پیدا بکنه. یعنی اصلا نمیذاره حوصلت سر بره. یعنی اگه بخواد حوصلت سر بره، کارهایی که میکنه چیه؟ ابتدا شما رو یک عذاب وحشتناک از این حوصله سر رفتن به شما میده که سریعا اون بری به سمت گوشیت بدون ناخودآگاه ها. یعنی این میزان داره کنترل میکنه. اگه اینو هم رد بشی، تمام بدبختی ها و تمام غم ها و غصه ها رو اینا رو میاره برات تداعی میکنه و این اتفاق عمل کرده مغزه. یعنی شما رو داره عذاب میده تا زودتر بری این دوپامین رو بهش برسونی. بعد از اینکه این داستان میگذره، یعنی شما از اون حالت بدبختیات که رد بشی، میرسی به نوسانات فکر. در این نوسانات فکر شما فکر همه چی میکنی. یعنی از این موضوع میپری به اون موضوع، از اون موضوع میپری به اون موضوع، یه سری چیزای بی‌ربط، فکرای بی‌ربط. و پس از این به یه مرحله میرسیم به نام پایان فکر. اینجاست که دیگه شما شروع میکنی با خودت صحبت کردن و اونجاست که شما خودت به خودت میگی که چی کار کنی. و یه چیز علمیه، اصلا چیز خارق‌العاده‌ای نیست که بگیم ماورا طبیعه است اینا. نه، یه چیز کاملا علمیه و یعنی همه که کسایی که حوصله‌شون سر میره اینو تجربه کردن. آدم با خودش صحبت میکنه. یا خیلی موقع اصلا دستشویی و همون معروفه به فکر کردن. یعنی شما تو اونجا که میری، چون دیگه دسترسی به گوشی نداری، البته خیلی دیگه تحمل اونم نداره، یعنی گوشی رو اونجا هم میبرن. ولی اونایی که نمیبرن، اونجا یه سری افکار میاد سراغت، یعنی شروع میکنی با خود صحبت کردن و تخیل کردن. پس خیلی چیز عجیبی نیست و فقط شما باید به پایان فکر برسی تا خودت به خودت بگی که هدف، یعنی هدف تو زندگی بگی. حالا این مربوط به هدف پیدا کردنه. یعنی خود شما بهترین کسیه که میتونه به شما هدف بده. و اتفاقا اگه دقت کنید ما توی اسطوره ها داریم، یعنی توی حتی فیلم های هالیوودی هم دقت کنید، اونایی که میخوان به دنبال معنا و هدف زندگی بگردن میرن هند. یا مثلا ما خودمون تو اسطوره هامون معمولا میرفتن طبیعت دوستان، الان هم میریم. یعنی هر کی میخواد دیگه خیلی با خودش خلوت کنه و میخواد یه حس و حال خوبی پیدا بکنه، گوشی و میشی اینا همه رو میندازه دور و میره وسط طبیعت. اونجا چند روزی رو میمونه و از هر کس هم بپرسی تقریبا با حس و حال خوبی برمیگرده، مگر اینکه اونجا چیزی زده باشه و اووردوز کرده باشه، اگر نه این اتفاق خواهد افتاد. حالا ما اینجا در مورد هدف صحبت کردیم، یعنی اینکه شما خودت به خودت بگی که هدفت چیه، یعنی برای چه کاری ساخته شدی، اصولا از چی لذت میبری، چرا باید زندگی بکنی. نکته بعدی معنای زندگیه. چرا بی‌معنا شده زندگی؟ دوباره به همون دوپامین برمیگردیم. ببینید دوپامین شما رو بی‌حس کرده. مثالی که بخوام بزنم، شما اگه یه مدت از یک
همون طبیعت که میری خیلی دلت برای خونت تنگ میشه. یعنی حست موقعی که از یه سری چیزا دوری، احساست نسبت به اون چیزا خیلی بیشتر میشه. این هم به همین صورته. اینقدر دوپامین سریعا به مغز میرسه که شما رو بی‌حس کرده. مثل همون کسی که میره رستوران، اون زبون بی‌حسه. یعنی همبرگر رو میبینه دست اون آدم داره با لذت میخوره، اما وقتی خودش میخواد مصرف کنه اون لذت رو حس نمیکنه. و اتفاقا همین کار باعث میشه که شما حس نسبت به زندگیت، به زندگی کردن که این رونده هی بیشتر و بیشتر میشه. یعنی شما تنها کاری که لازمه بکنید اینه که حوصلتون سر بره. و این علمیه و این ثابت شده. یعنی اصلا خیلی کار خاصی قرار نیست بکنید. اگه میتونید برید طبیعت، اگه میتونید برید هند، اگر نه خیلی کار راحتیه. خیلی با مدیتیشن و یوگا این کار رو انجام میدن. ولی شما میتونید با مدیتیشن، یعنی کار سختی نیست، شما فقط کافیه چند ساعت گول مغزتون رو نخورید، توی یک اتاق تحمل کنید و تا جایی که میتونید تمام صداها رو باید خاموش کنید. یعنی حواس مغز دوباره پرت نشه، چون تمام سعیش رو میکنه. یعنی صدای کلاغ هم از اونجا بیاد، شما دیگه تمرکزت میره روی اون، چون میخواد اون حوصله‌ای که سر رفته رو جبران کنه، دوپامین رو برسونه، حالا با صدای کلاغ یا با هر چی. برای همین سعی کنید اتاق ساکت باشه، چند ساعتی رو اونجا بگذره. البته هر کسی بستگی داره به اون اعتیادش به اون دوپامین. یعنی خیلی هم کسایی که به این پایان فکر رو هر روز تمرین میکنن خیلی هم خواب راحتی رو گزارش دادن که دارن شبا. حالا شما فقط کافیه این چند ساعت رو بگذرونی. حالا این چند ساعته بستگی به هر فرد داره. یعنی یکی ممکنه 1 ساعته به این داستان برسه، بستگی داره که چقدر در روز درگیر گوشی و این داستان هاست. یعنی چقدر مغزش معتاده، اعتیاد داره به دوپامین. البته مغز در هر حالت اعتیاد داره به دوپامین، این که به قولی چقدر دوزش رفته بالا، اینجوری بگیم. و همین، یعنی اگر هم وسطش پشیمون شدید، گول خوردید، ولش کردید، اصلا نگران نباشید، ادامه بدید. این نیاز به تمرین داره، چون ما خیلی وقت از این حالت اصلا دور بودیم و نیاز داره که ما تمرین کنیم تا به اون حالت برسیم. روزانه اگه یک تایمی رو بذارید این هی کوتاه و کوتاه‌تر میشه. یعنی شما شاید نیم ساعته یا 1 ساعته به اون داستان برسید. فقط کافیه از اون لوازمی که، صداهای بیرونی که شما رو به مغز شما دوپامین رو میرسونه دور بشید. همین. بذارید حوصلتون سر بره. مثل بچگی هم حوصلتون که سر بره دوباره مراحل تکرار میکنم که یادتون باشه. ابتدا مغز شروع میکنه عذاب دادن بابت اینکه زودتر برو گوشیتو بردار، یعنی یه چیزایی رو یادآور میشه برای اون وسیله‌ای که داشتی بهش دوپامین میرسوندی. و بعد چون خیلی مغز از شما زرنگ‌تره، چون همه چیزتون مغزتونه، چیکار میکنه؟ شروع میکنه چپای برگشتی، بدبختی ها و بیچارگی ها رو هی میاره تو مغز و اینقدر عذابت میده که دیگه میگی بسته، من برم سریع سرمو گرم کنم به یه چیزی که دیگه به اینا فکر نکنم. اینجا رو اصلا گولشو نخورید، بذارید بگذره. و اینقدر میگذره و از یه تایمی به بعدم متوجه نمیشید. من اینو کاملا امتحان کردم. یک شب خوابم نمیبرد، گفتم این بهترین موقع است دیگه، گوشی رو همه رو پرت کردم اون سمت و از یک تایمی به بعد اصلا متوجه نمیشید و خیلی راحت یهو میبینید اصلا هیچ فکری نمیکنید و اون همون قسمت پایان فکر. و بعد شروع میکنه مغز نوسان دادن و چیزای بی ربط، مثلا درخت، گل، شکلات، اصلا یه چیزایی که هیچ ربطی به هم دیگه نداره. و بعد از این پایان فکره. یعنی شما یا به خودت میای هیچ فکری نمی‌کنی و داری با خودت صحبت می‌کنی و شما
حالا اینکه کی اون هدفتو پیدا بکنی خودت به خودت میگی، خودت متوجه میشی. یعنی خیلی چیزی نیست که مثلا با خود بگی خب من الان باید منتظر باشم ببینم کی من به خودم میگم. نه، همین فکری که داری میکنی که من منتظر باشم کی بگم و اینا، این همون دوباره داری فکر میکنی دیگه، پایان فکر نیستی. یعنی خودت دیگه متوجه میشی. پس این شد هدف. معنای زندگی هم دوباره با همین به دست میاد. یعنی شما اگه روزانه تمرین اینو داشته باشی، اینقدر حست نسبت به چیزهای مختلف زیاد میشه. یعنی مثل اون حالت طعم اون غذا یا طعم اون خوراکی ها مثلا اگه طعمشون رو کم میفهمی، از این به بعد بیشتر میفهمی طعم رو، خوشمزه تر میشه. اینم به همین صورت. یعنی به همین راحتی شما میتونید هدف و معنا در زندگی رو پیدا بکنید. محققا رفتن تحقیق کردن و به این نتیجه رسیدن و الان ما میدونیم چیکار کنیم. یعنی نه لازمه از خانواده بگیرید، نه لازمه که برید این بلاگرها رو دنبال بکنید و نه خانواده ها سعی کنن دیگه به بچه هاشون هدف بدن. سر آمریکایی های آسیایی تبار دیدین که چی اومد، بدتر شد. اصولا شما نمیتونید، شما اگه یه راهی رو پیدا کردید مربوط به شخص دیگه ای نیست. اون شخص باید خودش پیدا بکنه که برای چی، چه کاری ساخته شده، چه کاری رو دوست داره و چه مهارتی داره. و این کارم فقط با همون خودشناسی میاد که خودشناسی هم همون صحبت کردن با خود شماست. یعنی خودتون با خودتون صحبت بکنید. تموم شد و رفت. همین. اگر دوست داشتید و فکر می‌کنید کمکتون میکنه، حتما لایک کنید. برای بقیه افرادی که دارن از بی‌معنایی و بی‌هدفی رنج میبرن، از کوتاهی هدف خود رنج میبرن، برای اونها هم بفرستید. و اتفاقا یه چیز جالب، من نظرسنجی گذاشتم که گفتم من در مورد 4 تا موضوع میخوام صحبت بکنم، موضوع اجتماعی بررسی بکنیم با هم. یکی از این موضوعها این بود، گفتم شما رأی بدید که ببینیم کدومو ابتدا بذاریم، یعنی کدومو ویدیو اول درست کنم. و اتفاقا ببینید چقدر این سوال مهمیه و همه الان درگیرشن که این اول شد. یعنی خود این نظرسنجی شما گواهی بر اینه که این ویدیو چقدر درست. بعد دیگه همین. خدا نگهدار.